تو دنیای غیر متمرکز ارزهای دیجیتال اگه بلد نباشی چجوری ازشون نگهداری کنی، احتمالاً از دستشون میدی. داخل این اپیزود میخوایم درباره انواع کیف پول‌ها صحبت کنیم، ببینیم یک کیف پول خوب چه ویژگی داره، یک کیف پول انتخاب کنیم، امنیتش رو ارتقا بدیم و درباره نکاتی صحبت کنیم که کمتر جایی گفته میشه. من علیرضا، اینجا پادکست منهای یک، اپیزود 11، کیف پول‌های ارزهای دیجیتال و یا ولت ها. درسته موضوع کیف پول در حوزه ارزهای دیجیتال یک موضوع تازه‌ای نیست، اما چند دلیل باعث شد که من این اپیزود رو بسازم. دلیل اولش این بود که هنوز خیلی از افراد نمیدونستن یک راه دیگه برای نگهداری از ارزهای دیجیتالشون وجود داره، و یا اگر هم میدونستن هنوز سوالشون این بود که خب چه کیف پولی خوبه؟ من باید یک کیف پول خوب چه ویژگی هایی داره؟ و از این دست سوال هایی که هی میخواست جواب بدی و درباره‌اش صحبت کنیم. مرحله دوم، دسته دوم افراد میدونستن که چیزی به اسم کیف پول وجود داره ولی بلد نبودن ازش استفاده کنن. یعنی هنوز که هنوزه دور و بر خودمون، اطراف خودمون آدم‌هایی رو میبینیم که ارزهای دیجیتالشون رو انتقال دادن به کیف پولشون و از دست دادن. چرا؟ چون که نتونستن از کیف پولشون به خوبی محافظت کنن. به خاطر همین دلایل بود که گفتم جای این ویدیو داخل کانال ما خالیه و داخلش نکاتی رو گفتیم که اگر هم حتی حرفه‌ای باشین احتمالاً به دردتون میخوره. خب بریم سراغ اسلاید هامون. خب اصلا ببینیم کیف پول در مرحله اول چیه؟ به زبان ساده نرم افزار یا سخت افزاریه که برای نگهداری، ارسال و دریافت ارزهای دیجیتال از اون استفاده میکنیم. اما هر کیف پول 2 تا کلید داره، کلید خصوصی و کلید عمومی. یه سری توضیحات تا اینجا دادیم، ببینیم در زبان ساده یعنی چی. ببینید دوستان، کیف پول رو اگر ما کارت بانکیمون حساب کنیم، کارت بانکی هم به قول یه کارتیه، یه حسابیه که ما برای نگهداری، دریافت و ارسال پول ازش استفاده میکنیم. کیف پول ارز دیجیتال هم دقیقاً همچین چیزیه. ما برای نگهداری و دریافت و ارسال ارزهای دیجیتال اون استفاده میکنیم. اما اگر که کلید خصوصی ما در حوزه بحث کیف پول‌های ارز دیجیتال، یعنی همون رمز کارت آبربانک ما، و کلید عمومی هم یعنی شماره کارت آبربانک ما، پس دیگه خیلی واضح به نظر میرسه که اگر کسی کلید خصوصی شما رو داشته باشه، عملاً میتونه مثل اینی که رمز کارتتون رو داره و میتونه تمامی موجودیتون رو برداشت بزنه و حسابتون رو صفر بکنه. و در مقابل اگر میخواین کسی براتون ارز دیجیتالی ارسال بکنه، باید شما کلید عمومیتون رو در اختیارش بذارین، مثل همون حالتی که شماره کارتتون رو برای کسی میفرستین که براتون یک پولی انتقال بده. پس اینجوری با این مقایسه میتونیم این به قولی لغات و کلمات اختصاصی این دنیای ارزهای دیجیتال رو ساده سازی بکنیم. اما به صورت تخصصی تر بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، در اصل کیف پول‌ها محل نگهداری کلیدهای شماست و دارایی‌ها در شبکه ثبت شدن. ببینید، اگر اون بحث تخصصی مربوط به متخصصای بلاکچین، متخصصای کامپیوتر و مایی که میخوایم توی حوزه مالی فعالیت داشته باشیم، شاید نیاز نباشه اونقدر بدونیم. اما صرفا برای اینکه میخوایم ازش استفاده کنیم، بهتر الفباش اون نکات اولیه رو با هم دیگه یاد بگیریم. خب ببینید دوستان، کلید خصوصی تنها مدرکی است که میتواند ثابت کند شما صاحب یک ارز هستید.
اگر سوالتون اینه که کلید خصوصی چیه، عملا یه همچین چیزی رو ما بهش داخل دنیای دیجیتالی که وجود داره بهش میگن پرایوت کی، همون کلید خصوصی که دربارش توی ویدیوهای قبلی هم صحبت کردیم. داخل دنیای بلاکچین و ارزهای دیجیتال هم یه همچین کلید خصوصی وجود داره و تنها این کلید خصوصیه که میتونه ثابت کنه مثلا شما صاحب 0.5 بیت کوین هستین. اگر شما این کلید خصوصی رو نداشته باشین، هیچ مدرکی ندارین که بخواین بگید آقا من صاحب این 0.5 بیت کوین داخل شبکه هم و عملا این ارزهای دیجیتالتون رو از دست میدین اگر کلید خصوصیتون رو گم کنید. باید هم به خاطر بسپارید که دنیای ارزهای دیجیتال دنیای غیر متمرکزه. مثل دنیای متمرکز ما نیست که رمز کارتتون رو فراموش کنید، برید مثلا بانک بگید آقا من مثلا رمزم رو فراموش کردم، کارتم رو گم کردم، یه همچین مثلا برام رمز جدید بذارین، کارت جدید صادر کنید. ما همچین چیزهای داخل دنیای ارزهای دیجیتال نداریم. ارزهای دیجیتال یک دنیای غیر متمرکزه، هیچ نهاد واسطی وجود نداره. پس اگر کلید خصوصیتون رو گم کنید، عملا دسترسیتون رو به ارزهای دیجیتالتون از دست دادید. اما خب خیلی از افراد بودن که نمیتونستن مثلا یه همچین کلید خصوصی رو سیو کنن، به خاطر بسپارن. میگفتن آقا سخته، من چجوری این رو گم نکنم، اصلا چجوری یادداشتش بکنم. به خاطر طولانی بودن و معنی نداشتن کلید خصوصی، آن را با فرمت های مختلف نشون میدن. میان یک سری عملیات های ریاضی روش انجام میدن، یک سری کارهای تخصصی استفاده میکنن و این رشته ترکیبی از حروف و اعدادی که عملا معنی نداره رو به 12 یا 24 کلمه معنی دار تبدیل میکنن. الان یادداشت کردن به خاطر سپردن این کلمات برای شما آسون‌تره تا به خاطر سپردن یک همچین عبارتی. خب این عملا میشه کلید خصوصی شما. زمانی که شما یک کیف پول رو ثبت نام میکنید و حساب باز میکنید، همچین کلماتی رو بهتون نشون میدن و اگر شما دفعه بعد بخواید وارد کیف پولتون بشین، اگر مثلا گوشیتون رو عوض کردین بخواید از یک دیوایس دیگه استفاده کنید، باید این کلمات رو به ترتیب وارد کنید تا به دارایی هاتون دسترسی پیدا کنید. این 12 یا 24 کلمه انگلیسی معنادار تمام دارایی شماست و ما بهش میگیم عبارت بازیابی. بهش ریکاوری فریز یا سید فریز هم میگن. این دوتا عبارت رو میتونید توی وبسایت های خارجی هم مشاهده بکنید. از دست دادن کلید خصوصی یا همون عبارت بازیابی یعنی خداحافظی با کل سرمایه. همونجور که توضیح دادیم در دنیای کریپتو هیچ نهاد واسط و پشتیبانی وجود نداره. شما بانک و مسئول 100% دارایی های خودتون هستید. پس دیگه نمیتونید برید جایی شکایت کنید که آقا من پولم رو از دست دادم. مسئول خود شما هستید. بنابراین امنیت و نگهداری این کلید مهمترین کاری است که باید انجام بدید. شما فرض کنید کل زندگیتون، کل سرمایه‌تون رو گذاشتین توی کریپتو، دارین سرمایه گذاری میکنید، اما حواستون رو به این نکات مهم جمع نمی کنید و باعث میشه اون سرمایه‌ای که برای زحمت کشیدین رو از دست بدین. اما شاید براتون سوال پیش بیاد، با وجود این همه خطر بهتر نیست دارایی های خودمون رو در صرافی نگهداری کنیم؟ میگه آقا من اگر یه اشتباه بکنم پولم رو از دست میدم، اگر یک حرف بالا پایین کنم کیف پولم رو از دست میدم، دارایی هامو از دست میدم. خب میذارم کریپتو هام، ارز هام داخل خود صرافی بمونه. توی صرافی هم احراز هویت کردم، اپیزود قبلی رو شما رو دیدم، میدونم از چه قراره.
اینجوری ارزهای دیجیتال هم همیشه سیف و امن باقی میمونه. اما اینجور نیست. با فرستادن کریپتو به صرافی ها فرقی نداره، صرافی ایرانی یا خارجی، مدیریت و کنترل دارایی های خودتون رو به صرافی میدین، مثل بانک عملا میشه. یه ضرب المثل انگلیسی هست میگه not your keys not your coins. اگر کلید مال شما نیست، سکه ها و اون ارزها هم مال شما نیستن. یعنی اگر ارزهاتون در جایی قرار داره که کلید خصوصیش دست شما نیست، دیگه نمیتونی بگی اون ارزها هم مال من. چرا؟ خب اون نگهداری ارزهای دیجیتال در صرافی ها هم یک سری ریسک هایی به همراه داره. ریسک اولش احتمال کلاهبرداری و فراره. شاید اصلا صرافی جمع کنه، همه پولا رو ورداره و فرار کنه. این احتمال وجود داره. شما همین الان یک سرچ ساده، یک سوال ساده از انواع مدل های هوش مصنوعی یا داخل گوگل انجام بدین، میبینید در طول زمان از سال 2009 2010 تا الانی که 2026 ببینید چندین صرافی ارزهای دیجیتال منحل شدن و هیچ پولی رو به سرمایه گذارا برنگردوندن. احتمال داره صرافی ها هک بشه، مثل اتفاقی که سال پیش برای نوبیتکس افتاد، اما نوبیتکس واقعا حرفه‌ای عمل کرد و حتی اون 5% تا 10% ارز دیجیتالی هم که از دست داده بود رو تونست جایگزین کنه. و حالت سومش هم اینه که حسابتون بلوکه بشه. به هر حال شما احراز هویت میکنید دقیقاً برای همین اعمال مجرمانه، همین فعالیت‌های مجرمانه‌ای که اتفاق میفته و به راحتی میتونن حساب‌های ارزهای دیجیتال شما رو بلوکه کنن. پس به خاطر همین ریسک هاست که میگیم not your keys not your coins. پس شما عملاً هیچ مدیریت و کنترلی روی ارزهای دیجیتالتون ندارید، اگر که ارزهاتون رو در صرافی نگهداری کنید. اما کدوم روش بهتره؟ ما الان بدی کیف پولها رو گفتیم، به هر حال خیلی سخت بود دیگه. اینقدر حواست باشه کلید خصوصی رو به کسی نبینه، اون عبارت بازیابی رو گم نکنم، نمیدونم بدی صرافی ها رو گفتیم. حالا جفتش که بد شد، حالا کدومش رو باید انتخاب کنیم؟ جواب این سوال اینه که هیچ کدوم. بستگی کامل داره به اینکه شما چه هدفی دارید. یعنی چی؟ ببینید، اگه مقدار ارزهای دیجیتال شما کمه، ویژگی اول، و یا به طور مرتب معامله میکنید، ویژگی دوم، بهتره ارزهاتون رو تو صرافی نگهداری کنید. همین انتقال ارزهای دیجیتال از صرافی به کیف پول و بالعکس از کیف پول به صرافی یک کارمزدی داره. گاهی اوقات مثلا یک صرافی میگه آقا من اصلا زیر 10 تا مثلا USDT، زیر 10 تا تتر اصلا انتقال نمیدم. خب شاید شما واقعا 10 تا تتر توی صرافیتون نداشته باشین. میگه اگر مثلا بخوام این 10 تا تتر رو انتقال بدم $1 هم مثلا کارمزد میگیرم. خب میگه آقای برای من نمیصرفه، من همین $1 رو میذارم رو همین 10 بمونه، $1 سرمایه گذاری بیشتر دارم. یا شاید شما مرتب معامله میکنید، حالا شاید معاملاتتون به 1 ساعت برسه، به چند ساعت برسه، یا 1-2 روز یه بار معامله میکنید. خب همین کارمزد انتقال ارزهای دیجیتال میتونه برای شما یک هزینه سنگین رو به وجود بیاره. پس بهتر ارزهاتون رو در صرافی نگهداری کنید. اما اگه مقدار کریپتوهاتون زیاده و تعداد معاملاتتون کمه، بهتر اون رو به یک کیف پول منتقل کنیم. میگید آقا من اصلا 2-3 ماهی یک بار هم ارز دیجیتالی نمیخرم بفروشم، یا مثلا یک پولی رو پس انداز میکنم، یهو بعد 3 ماه مثلا $500، $1000، $2000 ارز دیجیتال میخرم. خیلی کم پیش میاد که بفروشم، مگر اینکه مثلا بیت کوین 5-6 برابر بشه، ته یه سیکل صعودیش باشه، مثلا من نصف بیت کوین هامو بفروشم. حالا مثلا شاید خب میگم بهتره به کیف پول منتقل کنید. یا مثلا میگه آقا این مقدار زیاد کریپتو منظورتون چقدره؟
$10 $50 $100. ببینید چقدر بهتون فشار میاد. نه همیشه اینو میگم، یعنی میگه آقا کیف پول استفاده کنم، میگم آقا کجاست که دردتون میاد. مثلا یکی هست واقعا $50 زندگیشه، میگه آقا من این $50 هم از دست بدم بهم فشار میاد. یکی میگه آقا من اصلا زیر $1000 فکر نمی کنم. این بستگی به شما داره. ببینید اون عددی که توی صرافیتونه اگر از دست بره چقدر میتونه بهتون فشار وارد کنه. اما روش نگهداری صحیح کلید خصوصی. شما الان تصمیم گرفتین که مثلا کریپتوهاتون رو بفرستین به کیف پول هاتون. اینقدر درباره اهمیت کلیدهای خصوصی صحبت کردیم، اما باید چجوری ازشون نگهداری کنیم؟ خب چند نکته اساسی که وجود داره اینه که حتما نسخه پشتیبان یا همون بکاپ بگیریم و در جای امن نگهداری کنیم. اون 12 یا 24 کلمه انگلیسی رو در بهترین حالت ممکن روی یه تیکه کاغذ بنویسید، بذارین گوشه کشابتون، یه گوشه‌ای بذارید. شرکت‌های بزرگتر اون 12 یا 24 کلمه یا اون کلیدهای خصوصی رو روی یک سری فلز مثلا حکاکی میکنن که مثلا آب و آتیش و باد و بارون و هر چی که اتفاق بیفته اون کلید خصوصی گم نشه. یعنی اینقدر کلید خصوصی مهمه. در 2 نسخه بر روی کاغذ بنویسید و در مکانهای متفاوت نگهداری کنید. استفاده از محافظ فلزی ضد آب و ضد آتش. و اما هشدار مهمی که وجود داره عکس گرفتن از عبارات بازیابی یا ذخیره در تلگرام، نوت گوشی و ایمیل یا هر آن چیزی که به این چیزها مربوط میشه ممنوع است. این یک هشدار خیلی مهمه. ببینید دوستان، اگر شما کیف پولتون رو از دست بدین، اگر برای گوشیتون اتفاقی بیفته عکساتون رو از دست میدین، یادداشت‌های گوشیتون رو از دست میدین. حتی بدتر از این، اگر مثلا دزدی گوشیتون رو بدزده، به راحتی میتونه عبارت بازیابیتون رو دسترسی پیدا کنه و کیف پولتون رو خالی کنه. پس به خاطر همینه که میگیم بهترین روش نگهداری صحیح از کلید خصوصی همین نوشتن روی کاغذ و نگهداری در یک گوشه امن هست. اما شاید بگین که بابا علی رضا اینقدر بزرگش نکن، کی تا حالا مثلا کلید خصوصیشو گم کرده؟ حالا ببینیم گیریم چه اتفاقی بیفته که مثلا کریپتوها گم بشه. واقعا یه سری از افراد هستن همینقدر سل انگارانه به سرمایه زندگیشون نگاه میکنن، اینقدر همه چیز رو پیش و پا افتاده در نظر میگیرن و وقتی ارزهاشون رو از دست دادن پشیمونی به سراغشون میاد. اما اینجا میخوایم با هم دیگه چند مثال ببینیم. این آقای جیمز هاول، اون زمان که حالا استخراج بیت کوین، ماین بیت کوین خیلی راحت تر از الان بوده، مثلا با کامپیوترش ماین میکرده بیت کوین رو. میگه که حالا اکس ایشون، پارتنر سابقشون، به صورت اتفاقی و تصادفی اون هارد درایوی که کلیدهای خصوصی این بنده خدا داخلش بوده رو میندازه سطل آشغال. داخل اون هارد درایو 8000 بیت کوین بوده. 8000 بیت کوین در سال 2013. دیگه در نظر بگیرید که مثلا بیت کوین تا $120,000 هم رفت بالا، الان هم همون $60,000 هم بالاست. و این آقا 8000 بیت کوین رو از دست داد سر همین یک اتفاق تصادفی. حالا جالبش اینه که این آقا رفت پیشنهاد داد به دولت انگلیس که آقا من با هزینه شخصی خودم اصلا حاضرم بیام اون محل تجمع آشغالا رو بگردم، اصلا خودم مثلا افراد مختلف رو میارم، خودم هزینه میکنم، فقط شما اجازه بدی من برم داخل اون آشغالا بگردم. که جدیداً دیگه طی آخرین دادگاهی که برگزار شد این اجازه رو دولت انگلیس بهش نداد، یعنی تلاش زیادی کرد که اون رو برگردونه اما باز نتونست. یعنی تهش یک به قولی سود به ضرر خوبی هم داشت، مثلا 2-3 میلیون پوند مثلا هزینه میکرد، نزدیک به 600 700 800 میلیون پوند به دست می آورد.
اما همینقدر یک اتفاق مسخره باعث شد که دارایی‌هاش رو از دست بده. اما طبق یک حالا مطالعه‌ای که انجام شده بود، یک تخمینی زدن متخصصان چین آنالیز، یعنی تحلیلگرای همون شبکه و اون زنجیره بلوکی که وجود داره. میگن حدود 2.3 تا 3.7 میلیون بیت کوین از دست رفته. این مقدار تومانی نیست، مقدار دلاری نیست که مثلا 2.3 میلیون دلار بیت کوین از دست رفته. خود تعداد بیت کوینه. اگر شما فعال این بازار باشین میدونید کل موجودی بیت کوین دنیا 21 میلیون خواهد بود. 2 میلیون تا 2 میلیون یا بهتر بگیم نزدیک به 4 میلیون از این بیت کوین ها از دست رفته. یعنی یه چیزی بین 11 تا 18% از موجودی کل بیت کوین رو ما عملاً تا اینجا از دست دادیمه. یعنی حالا به غیر از ایشون کلی آدم دیگه ای هم بودن که از کلیدهای خصوصیشون درست محافظت نکردن، نکاتی که گفتیم رو و گفته شده بود رو رعایت نکردن و بعد فقط پشیمونی براشون بود. اما حالا بیایم ببینیم کیف پول ها چه انواعی داره. چند نوع کیف پول ما داریم. در ابتدا ما دو دسته کلی کیف پول داریم: کیف پول های داغ و کیف پول های سرد یا هات ولت ها و کولد ولت ها. ویژگی ولت های داغ اینه که اتصال دائم به اینترنت دارن. اصلا به همین دلیله که بهشون میگن هات ولت، چون مدام به اینترنت وصلن. خب یک دسترسی سریع رو در اختیار شما قرار میده. عملا شما هر زمان در سریع ترین حالت ممکن میتونید به دارایی های دیجیتالتون دسترسی داشته باشین. برای کاربرهایی که به قولی آماتورن، تازه وارد این حوزه شدن، ساده است، بدون پیچیدگی خاصیه و استفاده ازش آسونه، اما مقداری در برابر هک آسیب پذیره. خب مزیت بعدیش اینه که رایگانه و میشه گفت مثالی رو زد که میشه گفت مثل کیف پولهای جیبی ما. اما ویژگی کولد ولت ها چیه؟ یا همون ولت های سرد. خب عدم اتصال دائم به اینترنت. به خاطر همین که اصلا به اینترنت وصل نیستن ما بهشون میگیم کیف پول های سرد. دسترسیشون یک مقداری سخت داره، مثلا یک فلش مموریه، مثل یک هارد اکسترناله. خب شما همه جا نمیتونید اون رو همراه خودتون ببرید. خب یا مثلا باید اون رو با سیم به سیستمتون وصل کنید. دسترسی بهش شاید یه مقدار سخت‌تر باشه. مثلا یه خبری بیاد، شما توی مسافرت باشید یا سر کار باشید، سریع نمیتونید اقدام کنید. به اون سادگی اون نیست که مثلا گوشیتون رو در بیارید، وارد کیف پول داغتون بشین و یک خرید یا فروشی داشته باشید. اما پیچیدگیش به نسبت بیشتره، امنیت فوق‌العاده بالایی داره. چرا؟ چون به اینترنت وصل نیست. اما یک بدی دیگه که داره هزینه خرید داره و مثالش هم عملا مثل یک گاف صندوقه. بین حالا کاربرای حوزه دیجیتال میگه آقا شما اگه میخوای بری سوپرمارکت محل خرید کنی، گاف صندوق رو روی دوشت نمیندازی بری اونجا در گاف صندوق باز کنی خرید کنی، کیف پولتو میذاری تو جیبت میری. پس اگر دارایی های ارزهای دیجیتالتون خیلی زیاده، شما میتونید یه همچین تقسیم بندی رو انجام بدید. یعنی اگر اون مقدار ارز دیجیتالی که میدونید مورد معامله قرار میگیره رو روی ولت های داغ بذارین، روی هات ولت ها بذارین و اون مقدار بیشتری از ارزهای دیجیتالتون رو که میدونید معاملاتون مثلا مدت زمان بیشتری رو میخواین نگهداریشون کنید، معاملات کمتری روشون اتفاق میفته رو روی کولد ولت ها نگهداری کنید. یعنی میتونید 2-3 تا ولت رو با هم دیگه ترکیب کنید. اصلا به خاطر همین بود که مثلا در هک صرافی نوبیتکس دارایی زیادی از بین نرفت. داخل هک صرافی نوبیتکس هات ولت صرافی هک شد، اما کولد ولت امن باقی موند. پس یعنی مثالهای مختلفی رو میتونیم بزنیم. همونجور که مثلا میگیم تو دنیای واقعی هم
همه پولاتون رو داخل یک کارت نگهداری نکنید. خرج روزمره‌تون رو بزنید داخل یک کارت و حالا بقیه مسائل. توی حوزه ارزهای دیجیتال هم همینه. حالا کیف پول‌های داغ یکی از اولین مدل‌های کیف پول‌های تحت وبه. میگیم با استفاده از یک مرورگر مثلا سافاری، مثل گوگل کروم، میتونید به اون دسترسی پیدا کنید. امنیتش به نسبت کمه و در مقابل دزدی‌ها و هکرها هم آسیب پذیر. مدل دومش کیف پول‌های دسکتاپه. میگیم در صورت ویروسی شدن یا هک شدن سیستم شما، احتمال از دست رفتن سرمایه وجود داره. این کیف پول‌ها به صورت نرم افزار روی لپتاپ ها، کامپیوترها، پی سی های شخصیتون نصب میشه و ارزهای دیجیتالتون و کلیدهای خصوصیتون رو نگهداری میکنه. دسته سوم کیف پول‌هایی که نرم افزارهایی که داخل موبایل نصب میشه که یک ویژگی خیلی خوبی که داره، میتونید سریعاً به دارایی هاتون دسترسی پیدا کنید. اما بیایم این ویژگی های پایین رو برای همین کیف پول ها در نظر بگیریم. ببینید دوستان، خب سریعترین دسترسی رو عملا شما به موبایلتون دارین. سریعا میتونید موبایلتون رو باز کنید و به ارزهای دیجیتالتون دسترسی پیدا کنید. آسیب پذیر بودن در برابر هک، باز امنیت موبایل نسبت به دسکتاپ و همونجور نسبت به تحت وب خیلی بیشتره. یعنی بخوایم مقایسه کنیم میگیم آقا موبایل امنیت بیشتری داره نسبت به مثلا دسکتاپ، امنیت بیشتری داره نسبت به کیف پول‌های تحت وب. تحت وب خب اون به قولی مرورگر به راحتی میشه هک بشه. سیستم ها آلوده شدنشون خیلی راحت تر از موبایله، پس امنیتشون به نسبت کمه. نمیگم مثلا همین الان اگر شما کیف پول تحت وب داشته باشی هک شدی رفتی، نه، مثلا اگر امنیتش 90، این 92، این مثلا 95، این همینقدر مثلا تفاوتشونه. و کلیه هات ولت ها، کیف پول های داغ، رایگانن. اما بریم سراغ کیف پول های سرد. یکی از انواع کیف پول های کاغذی یا فلزی. امنیت بالایی داره، اما اون تیکه کاغذ در مقابل شرایط بد نگهداری مقاوم نیست و باید برای هر ارز کیف پول جدا درست کرد و همچنین برای انتقال ارزها باز باید از نرم افزار استفاده کنیم. خب این هم یک مدله. مثلا بدیش اینه که واقعا مثلا برای بیت کوین شما باید یک کیف پول کاغذی درست کنی، برای اتریوم باید یک کیف پول کاغذی درست کنی، برای یک سری ارزها اصلا شاید کیف پول کاغذی وجود نداشته باشه و واقعا این بدیشه. شاید بهترین حالت ممکن اگر کسی علاقمند شدید به بیت کوین باشه و بگه فقط من میخوام بیت کوین نگه دارم، بیت کوینش رو میتونه روی این کیف پولای کاغذی مثلا بریزه، اون کاغذ، اون کلید خصوصی روی یک فلز حتی هک بکنه و نگهداری بکنه. اما دسته آخر کیف پول‌های سخت افزاریه. این کیف پول‌ها امن‌ترین گزینه ممکن برای ذخیره ارزهای دیجیتال ماست. اما نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که این کیف پول‌های سخت افزاری هزینه خرید دارن. مثلا اگر شما حدوداً یک چیزی بین $50 تا $250 حدودی هزینه خرید این کیف پول‌های سخت افزاریه. اگر شما کل سرمایه‌تون مثلا $1000 باشه، خب نمیصرفه $250 شما هزینه کیف پول بدین. یه جمله بود حالا منسوب به بیل گیتس بود که میگفت که من حاضرم $500 پول داشته باشم تو جیبم به جای اینکه مثلا برم یک کیف پول $400 بگیرم و مثلا $100 پول داشته باشم. این هم واقعا صادقه. شما مثلا میتونید بذارین بگید آقا اگر ارزهای دیجیتال من شد $2500 یا نه شد $5000، اوکی من میرم این کیف پول $250 رو میخرم. اگر مثلا $1000 $2000 دارم، از همین کیف پولهای موبایلی استفاده میکنم. حواستون باشه مثلا همون مثالی که زن گفتیم، اگر این 90 باشه، این 92، این 95، کیف پول سخت افزاری مثلا دیگه میشه 99. این 3-4% کار خاصی نمیتونه بکنه. اوکیه،
یعنی همین کیف پولهای موبایلی هم اخبار خیلی کمی درباره هک شدنشون وجود داره، یعنی اینقدر کمه که ما عملا نادیدش میگیریم. فکر نکنید خیلی بده، وای من کیف پولم رو از دست میدم، وای هک میشم دیگه نتونید بخوابید. اما امن‌ترین گزینه کیف پول سخت افزاریه. اگر ایشالله ارزهای دیجیتالتون اونقدر سرمایه‌تون زیاد شد بهش میتونید فکر کنید. اگر بخواید در ظاهر ببینید کیف پول‌های سخت افزاری یک سری همچین چیزهایی هستند که اینها حالا نسخه های قدیمی ترشونه که شبیه یک یو اس بی فلشه. اینا نسخه های جدیدترن که به قولی لمسی هم شدنه و خیلی با کلاستر، یه مقدار گرونتر شما میتونید خریداری بکنید. اما نکاتی درباره انتخاب کیف پول. حالا ما همه کیف پول با هم شناختیم، کدومش رو انتخاب کنیم، چه ویژگی ها چه نکاتی رو در نظر بگیریم. ببینید دوستان، قبل از انتخاب کیف پول باید به این سوال‌ها جواب بدین تا هدفتون مشخص بشه. خب سوال اول اینه که آیا میخوای هر روز خرید و فروش کنید یا میخوای یک ارزی رو بخرید و نگهداری کنید یا به قولی هولد کنید؟ خب اگه میخواید خرید و فروشتون مداوم باشه، هر 2-3 روز یه بار، یه هفته یه بار، یک ماه یه بار، خب بهتره از کیف پول‌های موبایلی مثلا استفاده کنید. چرا؟ چون که شاید هر دقیقه دسترسی به اون سخت افزار نداشته باشیم. اما اگر میخوای نگهداری کنیم، مثلا الان بیت کوین $60,000 میگه آقا من میخوام نگهداریش کنم برای بیت کوین $300,000 به بالا، خب میگم اوکی آقا برو یک کیف پول سخت افزاری بگیر و بذار یک گوشه. آیا میخوای یک ارز رو خریداری کنی یا چندین ارز خریداری کنی؟ بعضی از کیف پول ها مثلا تون کیپر، کیف پول شبکه تون، فقط میتونید ازش برای ارز دیجیتال تون استفاده کنید، یا این فانتوم برای ارز دیجیتال سولاناست. بعضی از کیف پول ها برای یک شبکه فقط کار میکنن، بعضی از کیف پول ها شبکه های مختلف ارزهای مختلفی رو ساپورت میکنن. آیا میخواین در هر مکان و زمان به کیف پولتون دسترسی داشته باشین؟ این سوالو دیگه به نظرم خودتون میتونید بهش جواب بدین. و اینکه چه مقدار سرمایه رو میخواین نگهداری کنین، این رو داخل اسلاید قبلی توضیح دادم. اگه سرمایه‌تون بالاه به نظرم یک کیف پول سخت افزاری میارزه خریداری کنید. اما کیف پول سخت افزاری برای چنین افرادی مناسب نیست. افرادی که سرمایه کمی دارن، خود کیف پول سخت افزاری هزینه داره. افرادی که به تازگی وارد این بازار شدن یک مقدار پیچیدگی داره نسبت به کیف پول‌های موبایلی، و افرادی که روزانه خرید و فروش میکنن. اگر جز این دسته هستین، کیف پول‌های سخت افزاری رو میتونید ازش چشم پوشی کنید. کیف پول‌های نرم افزاری بسیار امنی وجود دارد که شما رو از کیف پول سخت افزاری بی‌نیاز میکنن. همونجور که گفتم، حالا نیازی هم نیست به قولی تب کنیم که آخ من ندارم کیف پول سخت افزاری بگیرم. کیف پول‌های نرم افزاری بسیار امنی هم وجود دارد. اما معیارهای انتخاب کیف پول، چه ویژگی‌هایی رو در نظر بگیریم؟ با توجه به سوالاتی که توی اسلاید قبل توضیح دادیم، الان هدفمون مشخص شده. حالا طبق این هدفی که ما داریم باید بیایم این هدف رو با این معیارها مقایسه کنیم و بهترین کیف پول رو انتخاب کنیم. اولا نوع کیف پول، کولد والت یا هات والت، کیف پول موبایلی یا کیف پول دسکتاپ یا کیف پول سخت افزاری. پیچیدگی استفاده، خب گفتیم هات والت ها آسون ترن، کولد والت ها سخت ترن. تعداد شبکه، کوین و توکن. این یعنی چی؟ ببینید دوستان، کلیه این معیارها رو ما میتونیم به سادگی بررسی کنیم. به چه صورت؟ ببینید شما اگر سرچ کنید داخل گوگل، مثلا من اینجا سرچ کردم متامسک، یکی از کیف پول هایی که میخوایم با هم دیگه بررسیش کنیم. شما اینجا میتونید وبسایت متامسک رو ببینید با این روباه جذابی که داره و اطلاعات کافی رو ازش در بیارید. یا حالا بخوایم خلاصه تر درباره‌اش صحبت کنیم، میایم اینجا روی این قسمت کریپتوکارنسیز کلیک میکنیم. حالا صفحه جدیدش تا باز بشه میتونیم بریم سراغ بقیه وبسایت ها که حالا باز شد برامون. اینجا شما میتونید شبکه‌های مختلف رو توی این قسمت مثلا سرچ کنید. من مینویسم USDT به عنوان مثال و میگه آقا من USDT رو شبکه اتریوم دارم، روی
این شبکات هم دیگه USDT وجود داره، روی مثلا BSC وجود داره، بایننس اسمارت چین روی شبکه پالیگان وجود داره و شما میتونید روی این شبکه USDT رو توی کیف پول من ذخیره کنید. میتونید شبکه‌های مختلف و همچنین ارزهای مختلف رو روی این کیف پول نگهداری کنید. میایید اینجا سرچ میکنید، اگر داشت میگه آقا من مثلا از متامسک استفاده میکنم. خب کیف پول بعدی تراست والته که اینم کیف پول خیلی خوب و امنیه. کیف پول نرم افزار موبایلیشه، هات والتیه که روی موبایل ها نصب میشه. همین تراست والت هم ما میایم پایینتر، اینجا مثلا شبکه‌های مختلفی که ازشون ساپورت میکنه رو برای شما نوشته. اینجا یک شبکه رو، یک زنجیره رو سرچ میکنید و براتون نشون میده که آیا ازش ساپورت میکنه یا نه. اینجا نوشته که بیش از 10 میلیون دارایی رو ساپورت میکنه، بیش از 600 میلیون NFT رو ساپورت میکنه و بیش از 100 شبکه بلاکچینی رو داخل این کیف پول ما میتونیم عملا ازشون استفاده بکنیم. میریم سراغ کیف پول بعدی، کیف پول فانتوم. اینجا روی قسمت اکسپلور کلیک میکنیم و این قسمت دوباره ما میتونیم همین کار رو روی این کیف پول انجام بدیم، ببینیم از چه ارزها و از چه شبکاتی پشتیبانی میکنه و ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. کیف پول بعدی کیف پول تون کیپره که عملا فقط برای خود ارز دیجیتال تونه و کیف پول بعدی سخت افزاری هم شرکت لجره که کیف پول های سخت افزاری تولید میکنه. روی این قسمت پروداکتش میتونیم انواع کیف پول های جدیدی که داره رو ببینیم که لجر استکس، لجر فلکس، لجر نانو جنریشن 5شه و لجر نانو کلاسیکشه. 5-6 سال پیش این لجر نانو وجود داشت، حالا به قولی نسل های مختلفی بود که حالا به عنوان یک مدل کلاسیک هنوز نگه داشته، اما بیشتر کیف پول ها به سمت کیف پول های لمسی رفته. داخل همین شبکه لجر هم اگر بیایم این قسمت و آل ساپورت کریپتو رو که بزنیم، دوباره میتونید تمامی شبکات و ارزهایی که داخلش ساپورت میشه رو اینجا ببینید. اینجا مثلا نوشته که آقا میتونید بفرستید، میتونید دریافت کنید، میتونید داخل خود کیف پول بخرید، میتونید به قولی سواب کنید یا مثلا بیت کوینتون رو به اتریوم تبدیل کنید و میتونید استیکشون کنید، یعنی ازشون یک سودی به دست بیارید. و خب میتونید این ویژگی های مختلف هر کیف پول رو توی وبسایت ها بگردیم و به راحتی پیدا کنیم. خب فهمیدیم که تمامی کیف پول، حالا چه کیف پول موبایلی چه کیف پول سخت افزاری هم هستن. ذخیره کلید خصوصیشون که یکی روی موبایل، یکی هم روی همون سخت افزاریه که وجود داره. قیمتاشون یکیشون رایگان بود، لجر نانوها و کلا محصولات لجر یک قیمتی داشتن. مقدار سرمایه‌تون گفتیم که اگر سرمایه‌تون کمه لزومی به استفاده از کیف پول‌های سخت افزاری وجود نداره. بحث استیکینگ، بحث سواب، بحث پشتیبانی کردن از دی اپ ها، دیسنترالایز اپ ها، همون اپلیکیشن های غیر متمرکز، دیفای ها. اینکه میخواین یک ارزی رو نگهداری و هولدش کنید یا میخواین تریدش کنید، اگر میخواین از NFT استفاده کنید، همه اینها میتونه معیارهایی باشه که شما میتونید با این هدفی که دارین مقایسه بکنید و دست به انتخاب بزنید. با توجه به معیارهای گفته شده، ما 2 کیف پول متامسک و تراست والت رو توی ویدیوهای آینده توضیح میدیم. پس حتما یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. اما نکاتی در مورد حفظ امنیت والت ها و کیف پول هامون. افزایش استفاده از اینترنت در سالیان گذشته تلاش ها برای هک و کلاهبرداری رو هم بیشتر کرده. حالا انواع کرک ها، بدافزارها، فیشینگ ها، مهندسی های اجتماعی و راه های مختلفی که افراد استفاده میکنن که از شما کلاهبرداری کنن. پس خیلی مهمه که حواستون رو جمع کنید. از کیف پول های معتبر استفاده کنید
سطح امنیتشون رو بررسی کنید و اعتبارشون در میان کاربرا رو حتما بسنجید. خیلی ساده است دوستان. ببینید شما وقتی داخل حالا گوگل یا داخل اپ استور، گوگل پلی، هر جایی که یک وبسایتی رو سرچ میکنید یا دنبال نرم افزاری میگردین، یک سری نرم افزارها یا وبسایت های وجود دارن که کنارشون یه همچین عبارتی وجود داره نوشته اد. این یک حرف مختصری به معنی تبلیغاته. یعنی چی؟ یعنی این نرم افزار، این وبسایت یک پولی پرداخت کرده که نرم افزار و وبسایتش بیاد روی صدر اون بالای بالا قرار بگیره، تمامی کاربرها اون نرم افزار و اون وبسایت رو ببینن. اما گوگل و حالا بقیه جاها گفته که آقا این به من پول داده، من امنیتش رو نمیدونم این چیزاش رو تایید نکردم که این اومده اول، فقط صرفا چون به من پول داده به عنوان تبلیغات من وبسایت اول دارم بهت نشونش میدم. اکثر این وبسایت ها و نرم افزارها یا بد افزارن یا کرکن یا سیستمتون رو آلوده میکنن. باید حواستون باشه کیف پول ها سطح امنیت بالایی داشته باشه و در میان کاربرها هم اعتبار داشته باشه. اگر یه سرچ کنید مثلا سطح امنیت کیف پول مثلا تراست والت آیا تا حالا هک شده، همون چت جی پی تی هم به راحتی بهتون جواب میده و اگر مشکلی داشته باشه رو بهتون میگه. مقدار ارزهایی که روزانه استفاده میکنید رو آنلاین نگه دارید، بقیه رو در محیطی با امنیت بالا نگهداری کنید. یعنی شما حتی میتونید 3 طبقه کنید، یک مقدار رو در صرافی نگهداری کنید، یه مقدار رو در هات ولت ها نگهداری کنید، یه مقدار هم در کولد ولت ها نگهداری کنید. این دیگه میتونه بهترین حالت ممکن برای نگهداری از ارزهای دیجیتالتون باشه. نسخه اصل ولت ها رو از منابع معتبر دانلود یا خریداری کنید و نرم افزارهایتان رو به روز نگه دارید، آپدیتشون کنید. بعضی وقتا یک باگی پیدا میشه توی اون برنامه نویسی که انجام شده، اون وبسایت سریعا آپدیت میکنه که اون باگ ها، اون به قولی کمکاری هایی که وجود داره رو سریعا پوشش بده. پس خیلی مهمه که برنامه هاتون رو آپدیت نگه دارید. انتخاب رمز عبور قوی، سعی کنید از حروف کوچیک، بزرگ، اعداد و علائم استفاده کنید یا بهتر از اون استفاده کردن از رمز عبورهای بیومتریک، رمز عبورهایی که با فیس آیدی یا به قولی اثر انگشتتون وجود داره. اگر از کیف پول دسکتاپ استفاده میکنید پیشنهاد میشود یک آنتی ویروس خوب بر روی سیستمتون نصب باشه. اگر هم از کیف پولهای تحت وب استفاده میکنید برای امنیت بیشتر یک مرورگر جدا، تمیز و فاقد افزونه یا همون اکستنشن استفاده کنید. مثلا شما دارین روزانه از سافاری یا گوگل کروم استفاده میکنید، میرید مرورگر مثلا بریو هم دانلود میکنید، میگه آقا این بریو فقط برای ارزهای دیجیتالمه و من میخوام از این مرورگر دیگه استفاده خاص دیگه‌ای نکنید. خب این اپیزود اینجا به پایان رسید. امیدوارم در مورد نکاتی که صحبت کردیم به دردتون خورده باشه. داخل ویدیوهای آینده ما میخوایم یک کیف پول رو از ابتدا بسازیم، همونجور که گفتیم تراست والت و متاماسک، یک نقل و انتقال ارزهای دیجیتال داشته باشیم، درباره انواع شبکه و اهمیت اون صحبت کنیم، ببینیم تگ و ممو چیه و چه اهمیتی برای ما داره، درباره کارمزد نقل و انتقالات تو دنیای ارز دیجیتال صحبت کنیم و تراکنشاتی که انجام میدیم رو بدونیم چجوری میتونیم ازشون رهگیری داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقی براشون افتاده. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال هم سابسکرایب داشته باشین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. اینجا پادکست منهای 1 و ما موضوعات مالی رو از زیر صفر با هم دیگه یاد میگیریم.